سال نو. چند پیش سال شماره هجری نو شد. اینک سال شماره میلادی دیگر شد. پس از چند ماه دیگر سال شماره شمسی نیز دیگر خواهد شد. سالها می گذرند، گاهنامه ها عوض می شوند. سال بقر می رود و مثل امروز سال پلنگ می آید. تا این سینی که رسیده ام هنوز پس از نو شدن سال چیز جز تغییر شماره ها ندیده ام. 2021 بود، اینک 2022 شد. تا لحظه های تغییر این سنه همه در جوش و خروش بودند و به هوا آتش های سرخ و زرد و سبز می افکندند. عقربک ساعت تق تق کنان آمد و بروی 12 رسید. 0000 سال 2022. هیوهوی و هشتک و داد و بیداد به اوج فلک رسید. منورهای چند هزار دلاری آسمان را با رنگهای گوناگون پرجلا کرد. صدای پخ و پخ منورها گوش آسمان و زمین را کر کرده همه جا را بوی بارود فرا گرفت. وقت بیشتر فرصت نداد و به گشتن ادامه میداد و همگی چند لحظه نپایید که همه جوش و خروش سر شد. منورهایی در آسمان کفیده افسردند و سر و صدا از بین رفت. همه ساکت شدند و بازپس گردیدند. زمین پر از کاغذ و کاغذ پاره گشته بود و قطعی پرتوها پر از پرتوها گشته بود. در پیش نظر این همه جشن کنندگان مرد سرش را داخل قطعی پرتو کرده بود و چیز می جست. برای او فرق نمی کرد که سال نو شده است. برای او مهم این بود که چیزی نو پیدا کند. اشک در چشمانم حلقه زده دلم ریش شد. این منظره مرا به یاد عهد سنگ و فیلیز به یاد دوران غلامداری برد. ساعت تلفنم 2022 نشان میداد و خیره خیره به آن می نگریستم و صفرش که به هیچ برابر است نمی نمود و تنها رقم های 2 نمودار بودند. باورم نمی آمد و هرچند رقم های 2 را پیش و پشت می بردم چیزی عوض نمی شد و یک حاصل چیزی دیگری نمی برداشتم. خدایا، این چی رمز و رموز است نمی دانم. در این گیر و دار بودم که صدای اقبالی رمز آشنا به گوشم رسید که می گفت هنوز آدم در این عالم غلام است، نظامش خام و کارش ناتمام است. تلفن را به جیب انداختم و سر به زیر افکندم و قدم می زدم. باران به ایست فرو می ریخت و می ریخت و من هم می رفتم و می رفتم. انگار آسمان به حال ما، به حال شور و مغل ما، به حال بیخبری ما، به حال اسراف های بی مثل و مانند ما، به حال کر و فر و دبدبه و همهمه ما، به حال همان مرد ناداری سر به قطی پرتاب فرو برده می گریست. ایها الناس، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند. حتی گاهنامه های شخ شده سال یک بار عوض می شوند. آیا ما عوض می شویم یا نه؟ همه چیز را کنار گذارید. آیا به قدر اشرف مخلوقات انسان می رسیم یا نه؟ می بینم که همه تبریکات و تمنیات برای روزبهی انسان می کنیم. پس بیایید در رفتار و کردار نیز حضرت انسان را ارج گذاریم. بالله که این عالم بدون انسان هیچ معنی ندارد. هیچ کار زیادتی نمی خواهد. بیایید تنها حد خود و حد دیگران را بدانیم. همین است آزادگی، همین است وارستگی، همین است مرتبه انسانی. سعدی بزرگوار چه خوش گفتند:
رسد آدمی بجایی که بجز خدا نبیند، بنگر تا چه حد است مکان آدمیت. روزی که ما به این مرحله رسیم واقعاً روز عید است، روز عید عمومی برای همه، نه تنها برای انسان ها بلکه باز هم از زبان اقبال: قدسیان را روز عید آن ساعت، چون شود بیدار چشم ملت. برداشت ها از نوشته های ای سمیعزاد. من هم از فرصت مناسب استفاده برده از زبان محمد اقبال لاهوری دو مصرع شعر را می آرم. چشم بکشا اگر چشم تو صاحب نظر است، زندگی در پی تعمیر جهان دیگر است.